هیچ باور نیست که دیگر قهرمان از ما برفت. حامی اهل حقوق تاجیکان از ما برفت. مرد بود و مرد ماند و مرد خفت در زیر خاک. نام نیکش را به ما ماند و نشان از ما برفت. او قناتی بود بحری هر مهاجر دایما. و دریغا پس نآید ناگهان از ما برفت. تیرکاری را نسازد بر عدویان بی کمان. تیرها بر خاک ریختند و کمان از ما برفت. لحظه آرام نبود چون بحر پرتغیان بود. در وجودش بود صد شور و فغان از ما برفت. قانونی بود بحر هر یک تاجیک و هم ترجمان. قانونی دیگر نماند و ترجمان از ما برفت. جست پیوسته رهی عدل و رهی انصاف را. راحتی پیری ندیده او جوان از ما برفت. بی طرف هرگز نباشد آن که در راهی حق است. ناله دارد هم زمین و آسمان از ما برفت. در دل و در دیده مردم بماند تا ابد. نام زیبای کرامت جاودان از ما برفت. در دل و در دیده مردم بماند تا ابد. نام زیبای کرامت جاودان از ما برفت. هیچ باور نیست که دیگر قهرمان از ما برفت. حامی اهل حقوق تاجیکان از ما برفت. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران مسافر دور از وطن من، همه شما آگاه هستین که چندین روزها قبل برادر ما و شما غمخوار مردم مسافر تاجیک اکی کرامت شریف ترک این دنیا کرده بود. ایشان پیش از مرگ خود اون زمینی که در جمهوری فدراسی روسیه داشته بود به فروش مانده و میخواست مبلغ اون را به مردم هم تاجیک مسافر روسیه و هم ناچار مردم تاجیکستان خیر کند. اما هیچ کس وقت و ساعتی مرگ آمدنش را نمیداند. الهی الله سبحانه و تعالی جای ایشان را از جنت المأوا گرداند. ایمانشان همراه گردانه و از حوض کوثر سیراب گردانه و آن لذت شیرینی حیات که ایشان ندیدن به اهل بیتشان نصیب روز گردانه و به خاندان این کس از درگاه الهی صبر و طاعتی بندگی دعا داریم. و البته نگفته نماند که مصرعی که در بالا شنیدین از جانبی برادر عالی قدر ما و شما اکی جمشید محکم پوری ایجاد گردیده، الله سبحانه و تعالی قدم این برادر را برا گردانه و هر نیت و دعای خیلی که در دل دارن جامعه عمل گرداند. الله سبحانه و تعالی در این ماه شریف رمضان هر خطای و هر گناه های ما و شما را مغفرت گردانه و دعاهای ما و شما را مستجاب و تباهای هر یکی ما و شما را مقبول درگاهی ذوالجلالش گرداند. الله سبحانه و تعالی یار نگهبان همه شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. با احترام، دوست و برادر یکایک شما، امید رحمت.